آی بزی کوچه نرو که خارو داره، ببین مریم پیرن بلدارو داره. آی بر کی میرسه دستو بگردن، به ما که میرسه صد نازو داره. سوریا بی وفا بگردم چشمی مستت، بگیرم میز دستت. به بخور گیلگی مرد خیمت ندام. پیار و مادر تو نامردی. درسته پیار و نامرد چی گفتم من؟ پیار و مادر تو نامردی. مادر و پیار نه، پیار نه، مادر و پیار تو نامردی. تو مادر و پیار نامردی. زدم اینجا سطح قلبی میکردم من. چکار کردم؟ تو بیامید اینجا چون مثل مرغی ولی بیامید پیش می بستدی. بابا خوندن میکردی، خوندن تو من مزد گوش میکشیدم. خب کیف کردی؟ گیلگی میشه چیز میزی بچسب بابا من. چی؟ 10 5 گردن مبند باشی به کشا میگه کنی یک ریپینی مدام من برم برد ماش خود. ماش خود؟ درسته. گیلگیو امی مردم میگن گفت راست می بکویسی ادیونه بپرس. حالا کم این مار بگو که چنده که گیلگ مای مور ماش خوستنو براره. یه یعنی چی؟ تو میگی ما چنده؟ میگون یعنی ما چنده که سه کنم بو شده ما نشده که من میگم برات ماش خود. من با تو میگم یه مبارک باشه. خو یعنی چی یه؟ نه تو میگی ما چنده، من میگم یه. تو نگفتی به دیونه میگم ما چنده؟ یه یعنی نمیفهمی؟ یه یعنی نمیفهمی میفهمی سرکه روح و پسکنده بگو. یه مبارک باشه. بابا چی ما دیونه بپرسون؟ یعنی نمیفهمی براره من؟ یه برو دیونه هرچی بگی ما چنده میگه یه. حالا کمکتی تو هم نمیفهمی. یه مبارک باشه. بگی و بندگی لب یه کار خدمتی یه چاشته بریم طرف شما خیلی خوشحال میشی. یه وای بشیده رفاله بیاد تر به تعمی جو میندازو خودی کله گنده رستم تو نمیتونه. یامده به من میگه ما چنده. های بدیدون که بیامدی بگفتی، سر کلکی نگاه کردی برفتی. ای ما هم به شما نمیخورم، ما به شما بگم سر ما قبول شد ما پولا شما میدم. پره شده برارمه باید پولامون بدین. نشده پره شما بچم چی رقم من پول اصلا نمیگم به شما میگم من به حساب ما که هستم ما پره نشد. لالا جو ما پره شده جیگرم بگم میفهمی یا نه باید پولامون بدی. شما هیچ سرخلاص نمیشه من سرخلاصم. من به شما میگم از ما پره نشده. انا از این لالا پرسن. لالا بله لالا تو بیا بله لالا ما چند امروز یه بپرس از این آدم که ما چنده بپرس. لالا ما پره شده یه برار ما پره باید پولامون بدی. من میگم پره نشده. این آدم هوشیارن به شما رو میگه شما میگه پره نشده. سگو میگن ما پره شده لالا یا نه؟ یه سگو میگه ها من تمام امروز ما پره نشده. شما حال فلان پولی نم 5 روز دیگه به حساب شما. یک پانیه باید پولامون بدی. از این دیونه چی پرسان میکنی؟ این دیونی میبینی که هر چی میگی یه چه دیونی؟ سگو برو لالا برو. ما چنده؟ یه هر چی میگیم یه لالا با ما میفهمی؟ ما چنده؟ یه برو لالا برو برای کار فرو وقت ما. حالا ما رو چی میگی؟ پولا ما بعد بدیم لالا. پولا شما رو بدم. پولا ما بعد بدیم. من میرم یک آدم پیدا میکنم که آدم فهمیدی باشه کم بگم ما چنده. اگه فهمیده تر کی نه کار. هر کس بابا مردارم. ما که چنده ما با شما پول میدم. یه برو
برو کاکا برای کار خب برو اصلا من خراب نکن دیگه برو دیونه یک سر یعنی چی ای بابا ای بابا یک همسایه خوب ما به می ده نداریم که همی کلوخور میچینم همی رال بند میکنم برای تیرش هم همینا نندازونم و زید همینا رو مندازن که باشه به زیادم کار تیار شه بس تا همه گو و مال و گوسپند خور یلا میدم به ته سوزی ها یلا میدم به ته سبستی ها یلا میدم بیخی دل مار بد کردم از این زندگی دور باشه بیا جوان که بابا برات تو میگشتم بیا جوان بیا کجا میری بله کجا میری بیا می کلوخار خودم به چیکار زدگان بالا ره یه چیه یعنی چیه بیا کلوخار به خودم به تو پول بدم یا گپ یاد گیری که به دیونه میگی ما چنده میگه یه سرقی جو این مطالبه به تو کی یاد داد کجا یاد گرفتی با یه عقل کماله گوشکش امیت یه میگه که قیچی به پیناک از بزنه که یاد از یه بره به نظر من که سعودی کو بودی حال دیونه هم بشودی آل دیمو مطالعه که دیونه رو میگم هرچی میگی ما چنده میگه یه همو به سر خود تو هم داله این ما چپه نکدم یه به تو اعتبار هم یه کیر چپه کده بشی دیونه کردنم من یه به تو دعایی میدون راست خوب گفت تو چپه کدی یه خلیفه یه برو بگیر از این کلوخا بده به دستم که اینجا بچینم به تو پول میدم توبه گوش کشیم کمر تو رگ میشه خودتر اینا به درد عمه میخوره اینا سکو یه گیلا بابا در باغ میگه انگور بده میدم یه سوزی ها میشه هردم مدر تو رای بکنه برای چند که سوزی با میدم یه تو بیا پا بیلا که پاک دیونه زنجیری شده یه ای گپا با ما چون از کجا یاد گرفته همی که میگم به دیونه میگی ما چنده میگه یه این همینه این حساب سرخو که دست داده بود که این سرقی بود که کم بود که حال آل ده دیگه رسمی دیونه شد اول مردی بزی بگو دیونه ما چنده میگه یه دیونه ما چنده میگه یه خود بچینم بیتره یه همه یلا بیلا گردن کش نکنم که بیا خودم کمک کو نی به ما کار میکنه نی چی تا شما می یه خور بگه کی میفهمه همی دیوال همی چپه کرده گردن آبان یک ذره به اعتباری نیه یک ذره یه از اوی کوی استاد خراب کردن کاره